سلام. امروز داشتم ویدیو ضبط میکردم برای اون کانال. گفتم بیام یه آپدیتی هم بدم از روند ترک سیگار و نکاتی که باش روبرو شدم این مدت. ببینید الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم روز 4میه که کلن حتی سیگار دست پیچم نکشیدم و کلن سیگار کنسل شد رفت. عوضش هر از گاهی با پیپ دارم حال میکنم. اما قبلا هم گفتم این هیچ رقمه جای اونو نمیگیره، حداقل برای من جای اونو نمیگیره و برنامه این نیستش این جایگزین اون شه که اگه جاشو پر نکرد دوباره برگردم به سیگار. نه، دقیقا برنامه اینه که سیگار کنسل به هر قیمتی. در واقع سیگارم نه، هیچ دودی قرار نیست از این گلو بره پایین تو ریه. یعنی چیزی که باز خودم قفلو گذاشتم اینه، یعنی مثلا سیگار برگ اوکیه بکشم چون تو نمیدیم، پیپو اوکیه بکشم چون تو نمیدیم، حتی هر از گاهی نه تو نمیدیم. کلن دود تو ریه دادن و باز خودم قدغن کردم. از اون ور توتونایی که دارم میگیرم، این توتون ارلی مورنینگ هم رسید راستیم. توتونایی که دارم میگیرم نیکوتیناشون پایینه، توتونای خیلی سبکیه و اونجوری نیستش که نیکوتینشو حس کنم. یعنی نسخ نیکوتین که میشم هیچی، بعد اونورم جای سیگار رو پر نمیکنه دیگه، اونورم نیکوتین کمتر، زندگی بهتر. چون هدفم این نیست که اینو جایگزین اون کنم اینجوری ها. شاید اگه سیگارای مثلا همین نایت کپ همین پیترسون یا پترسون رو میکشیدم، انقدر نیکوتینش بالاست که حتی جای سیگارم شاید کار میکرد، کله رو پر میکرد. ولی خب هدفم اینه که سیگار رو ترک کنم و برنامه جایگزینی نیست، واسه همین اون کنسل کلن داستانش. اما از تجربه ترک براتون بگم که روز اول خب خوشحالی، میدونی چیزه، روز دوم همه چی خوبه، ولی یه ذره یه صحبتی زیاد ادامه پیدا کنه، نه بحث و دعوا، هر صحبتی اصلا زیاد ادامه پیدا کنه کلافه می شدم و یهو جوش می آوردم. بعد یه وضعیتی بود دوبار الکی پیش اومد. مثلا دوستم گفتش تو فلان کشور یه قانون هست که اینجوری، آقا من قاطی کردم که اصلا اشتباه میکنه، فلان کشور همچون قانونی میذاره. اصلا به تو چه؟ عصبانیت نداره، ولی خب یهو مخه میپیچه دیگه. فقط چون آمادگیشو داشتم که مخه میپیچه، حواسم به این بود که اطرافیان دوستامو ناراحت نکنم، سعی کنم کمتر حرف بزنم با آدما، مخم پیچیده نشینم پا تلفن، نرم اینو ببینم اونو ببینم، کلا ارتباطمو کم کنم که یهو پرخاشگر میشم کسی رو ناراحت نکنم. گذشت روز سوم، روز چهارم، روز سوم خیلی اوضاع بهتر بود، کمتر اون حالت بود. و روز چهارم که امروز باشه، البته نمون گفتم یا نه، شما وقتی این ویدیو رو میبینین شاید روز پنجم ششم باشم، پنجم که نه، قطعا روز ششم یا هفتمه. ولی الان که دارم ضبط میکنم امروز چهارشنبه است، 21 فوریه، روز چهارمه و دیگه اوکیه. مثلا دیروز صبح که خواب پا شدم، یه چیز هستش لذت زندگی مفتی. اینو وقتی شما هر چیزی که بهش عادت داری، اعتیاد داری، ترک میکنی، تو بگو قهوه باشه، تو بگو سیگار باشه، تو بگو الکل باشه، هر چیزی. و مثلا یه آدم الکلی رو فرض بگیریم، تصورش برای کسی که الکلی نیست سخته شاید، ولی این روال هستش. طرف صبح خواب پا میشه، باید یه استکان بره بالا. حالا اون یه استکانه قیمت داره دیگه، هزینه داره، باید جور کنه، باید خریده باشه، باید پول داده باشه بالاش. و این چون خیلی زیاده قیمتش به چشم میاد. یعنی یه آدم الکلی قیمتش به چشم میاد. یا اون که صبح به صبح یه ذره قهوه میخوره اوکی، ولی کسی که هر روز صبح مثلا باید 3 لیوان پر اسپرسو بزنه تا چشش باز شه، این احتمالا مثلا هر 2-3 روز باید یه پاکت قهوه بخره دیگه، یه پاکت اسپرسو باید بگیره. یا سیگار،
چرا جای دور میری؟ مثلا موضوع سیگاره. سیگار صبح به صبح سیگار میکشی، درسته قیمتی نداره اون یه نخ سیگاره، ولی نگاه میکنی مثلا من امروز 2 پاکت سیگار میکشم، 60,000 تومان خرج امروزم فقط واسه سیگار، جدای بقیه مخارج که نسبت بقیه مخارج درسته گمه کمه و اینا، ولی یهو از این ور که ولش میکنی مجانی میشه واسه. یعنی صبح لازم نیست هزینه کنی، یه پاکت سیگار بگیری باز کنی شروع کنی کشیدن تا شب، این هزینه حذف میشه و من خودم اسمشو گذاشتم زندگی مجانی. صبح لازم نیست پاشی حتما مثلا 2 تا اسپرسو فلان کنی، صبح لازم نیست اخواب پا میشی بیدار شدن هزینه ای داشته باشه اونجوری، بالاخره هزینه داره، چشم باز میشه هزینه است. صبحونه بالاخره جایی که توش زندگی میکنین، یه چایی یه فلانی، بیرون میری سوخت مصرف میشه، هزینه هست، نه اینکه زندگی مجانی باشه واقعا، ولی یه دونه خرجه رو محیط کم شده، خرجی که میدونی به سلامتت هم آسیب میزنه، شاید دیگه اونقدر ازش لذت آدم نمیبره و چون بهش عادت کرده فکر میکنه لذت میبره. همین چند روز پیش دوستامو صدا کردم، پاکت سیگار زیاد داشتم، دلم نمیومد بریزم دور، اونورم اصلا نمیخواستم اینا تو خونه باشه. خلاصه دوستامو صدا کردم که آقا بیا این پاکت سیگارا رو ببر لطفا. اومد و سیگارا رو برد، همونجا نشسته بود صحبت کنیم، یه نخ روشن کرد و یه بوهایی میفهمیدم از این سیگار که قبلا نمیفهمیدم. بعد بوهایی که واقعا عذاب آوره، من همینجوری دماغم تیز هست، ولی آدم که سیگار میکشه کلا، نه فقط اون لحظه ای که میکشی و بعدش، کلا اصلا حس بویایی ضعیف میشه. بعد من اون موقع که سیگار میکشیدم حس بویاییم قوی بود، بعد الان یه ذره قوی تر هم شده. بعد یه بوهای عجیبی از این سیگاره میشنیدم که نگو، بوی زرده تخم مرغ سوخته، بوی کود پرنده، یه بوی کثافتی میداد این سیگار که اصلا دیدم نمیتونم حتی نزدیکش بشینم. بعد دور وایستم، یعنی دوستم سیگار میکشید، من پنجره رو باز کرده بودم نشستم لب پنجره، بعد جامون عوض کردم دوستم نشست لب پنجره، ولی فرقی نمیکرد، در هر صورت تو خونه اون بوه میپیچید تا شوهای 1-2 متریش. از دور اوکی بوه، ولی از نزدیک اصلا دیوانه کننده بود و حال بدکن بود. خلاصه رسیدیم به روز 4. امروز خب نه اصلا صبح پا شدم یادم بود که حالا هزینه‌ای هم نداره، ولی آدم بهش فکر میکنه حال میده که دیگه لازم نیست پول بابت سیگار بدیم، که البته اینم واسه من خیلی معنی نمیده، چون البته خیلی کمتر با اینکه توتون خوب دارم میگیرم و اینا، ولی برای پیپ خیلی هزینه‌اش کمتر از سیگاره، یعنی کیفیت 10 برابر، هزینه خیلی کمتر. حتی این سیگار آشغالیایی که ما میکشیم، مثلا این یه توتونیه که عادیه، نه آروماتیک عطر داره نه هیچی، از تنباکوی خالص میده، البته یه ذره بوی ادویه اینام داره ها، ولی خب اون کاراکتر تنباکوی خالصشه، آروماتیک نیست، عطری نیست، بوی وانیل و خوشبو اونجوری نیستش. دقیقاً بوش منو حس میکنم انگار رفتم تو تاریخ، مثلا انگار یه چیز فوق‌العاده قدیمیه، کاری ندارم، ولی از اون ور مثلا 800 تومن میدی و مثلا 1 ماه داری، اگه جای سیگار بخوای بکشی نه بیشتر میکشه آدم، ولی همین که برنامه تفریحه باهاش، برای 1 ماه مثلا این توتون رو داری و با کیفیت ترین توتون های تجاری دنیا رو داری میکشی، که تو سیگارا اصلا نیست. تو سیگار برگ توتون با این کیفیت هست، ولی تو سیگارای تجاری دیگه دم دست هم ندارم نشونتون بدم. تو این سیگارایی که تو سوپرها میفروشن نیست دیگه این کیفیت ها، نه دیگه اصلا هیچ وقت نبوده این کیفیت ها. واسه همین یه توتون با کیفیت که تو ریت هم نمیدی، کیف هم میکنی باهاش، مثلا ماهی 800,000 تومن خرجشه، ولی سیگار پاکتی 30 تومن، روزی 1 پاکت بکشی
که بعضی وقتا دست آدم در میره میشه روزی 2 پاکت، یا کاری نداریم هم 1 پاکت هم بگیری 900 تومن پول میدی و هم ریت پاکیده هم بو سگ مرده گرفته زندگی. بچه هم میگم سگ مرده منظورم بوی بده دیگه، منظورم توهین به سگ نیست که دوستان ناراحت شده بود. مثلا بگم آدم مرده فلان مرده و یه ذره کریه، سگ مرده رو معمولا نمیبینیم، اشاره به بوی بده، نه کاری با سگه ندارم، بوی کفتر مرده مثلا یه بوی بد دیگه. خلاصه از اون برم خیلی توی یه کیفیت دیگه میره اصلا زندگی واقعا بدون سیگار. حالا با پیپ یه لذت دیگه است، یه دنیای دیگه است، سرگرمی بیشتر تا اعتیاد، تا اینکه بخوای وابسته شی. اینم وابستگی داره، به هر چیزی میشه وابسته شد، به پیپ بیشتر، چرا که هم نیکوتین داره هم میشه تو داد، به خصوص آدم کمتر ریه‌شو نابود کرده باشه خیلی راحت تر هم میتونه بده تو، یا فیلتر میذاره تو با یه رکبی خلاصه تبدیلش میکنه به دود سیگار، اونجوری هم میشه باز چیزی. ولی درست پیش بره اونجوری هم قرار نیست وابسته کنه دیگه، توتونه الکی سنگین آدم نگیره و اینا. بگذاریم، اینو میخواستم تعریف کنم. امروز روز 4 دیگه خب پا شدم، نه به فکر هزینهش بودم نه به فکر چیزی بودم. من خب پاشیم یه دوش بگیریم، بشینیم با کامپیوتر ببینیم اخبار جدید چیا پیش اومده، سایت ها رو باز کنیم بخونیم برای اون کانال ویدیو درست کنم. نشستم پای چیز، یهو اصلا مخم پیچید که سیگار میخوام، اصلا یه چیزی خالیه، بدم خالیه. چرا؟ چون هر وقت من نشستم پای چیز یه سیگار روشن کردم و هیچ وقتم بهش دقت نمی کردم ولی الان که فکر کردم دیدم آره دیگه، من هر سری نشستم که سایت ها رو، این بوک مارک ها رو آوردم، این سایت ها به ترتیب باز شده، شروع میکنم از اول خوندن، یه سیگار روشن میکنم میرم جلو. و حالا بستگی داره چقدر تو دنیای اپل اخبار بیشتر باشه، بیشترم سیگار میکشم. ولی اون لحظه یهو اصلا کله خالی شد، نه نیکوتین میخواستم نه هیچی، فقط عادت سیگار بود که بود. بعد یه پا شدم رفتم یه لیوان چای ریختم و چاییه نصفش هم نخوردم، مثلا چند ساعت گذشته هنوز چیز نیست. ولی یه لحظه است دیگه آدم رد میکنه، قرارم نیست زیاد سختش کنیم که سخت بشه واسمون. واقعا میشه بهش فکر نکرد، رد کرد، یعنی هرچی بیشتر بهش فکر کنی بیشتر اذیتت میکنه. اون کتاب ترک سیگار به روش آلنکارم ادامهش رو هم نخوندم، تمامش نکردم، دقیقا یه ذره نصفش بیشتر خوندم. یه چیزی شنیدم که مثلا شلم کرد نسبت به این کتاب. ببین دلایلی که می آورد دلایلی بود که من هیچ وقت واسه خودم این مثلا میگه آقا یارو بهونه میاره میگه لذت میبرم از سیگار، ولی لذت نمیبری، این منطقی. ولی یارو بهونه میاره که این اینجوریه، اگه سیگار رو ترک کنم اعتماد به نفسم میاد پایین، اگه سیگار نباشه نمیدونم بی کلاس میشم فلان میشم فهمید. بعد میبینم اون چرت و پرتا رو من هیچ وقت تو بچه بودم سیگاری شدم همچین چیزایی تو ذهنم نیومده. بعد 1 ساعت 2 ساعت میشینی گوش میکنی یه چیزایی میگفت که اصلا به شعور من نمیخورد، ولی هنوزم هدفم اینه که تمومش کنم و پیشنهادم میکنم که اینو گوش کنین یا بخونین کتابشو. اما یهو یکی از دوستامو باهاش صحبت میکردم، گفتم آقا تو چی کار میکنی و اینا، این کتاب رو یادم خونده بودی؟ یه دوست دیگه گفتش آره من خوندم، حدودا 1 ماه ترک کردم، بعدش دوباره شروع کردم کشیدم. بعد دیگه پرسجو کردم، آشنا نبود، دوست یکی از دوستان بود که اون هم مثل این که این کتابو خونده بود ترک کرده و بعد چند وقت برگشته بود. بعد فهمیدم که این کتاب معجزه آنچنانی هم نداره و بیشتر به هم ثابت شد که اعتیاد به سیگار یه اعتیاد 100% جدیه و دقیقاً باید مثلا مثل اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد باید باش رفتار کرد، سفت و وایسی باش، اصلا چیز نداره. یعنی باید مراقب باشی، اگه مخت پیچید نگی که
سیگار دیگه. حالا مثلا فلان دراگ که نیست بگیم زندگیم نابود میشه. اتفاقا سیگار شاید بدتر از اون فلان دراگ زندگی تو نابود میکنه. چرا؟ چون از اون فلان دراگ یاد میکنی که اون که نیست، اون خطرناکه، نسبت به اون مراقبی. و چون نسبت به سیگار مراقب نیستی، احساس خطر نمی کنی، اتفاقا راحت میتونه پسی خورت کنه این سیگار، چون ازش نمیترسی، گاردات پایینه، با خیال راحت هر کاری بخواد داره باد میکنه. و چون کوچیکه، چون مستقیم آدم نمیبینه، چون ترک نمیشی، چون زرتی نمیافتی گوش بیمارستان، چون زرتی کبود نمیشی، نمیدونم دندونات نمیریزه فلان، همه این اتفاق میفته. مثلا این جرم دندونه بی تاثیر نیست. همین جرم دندون که میاد خودش واسه قلب بده، واسه خیلی چیزا آسیب داره، جدای زشتی، جدا این که به خود دندون آسیب میزنه. اینا اصلا چون گاردمون پایینه، اینا رو هم زیاد به چشمون نمیاد دیگه. از این نظر خیلی خطرناکتره. بعد با دوستای مختلف صحبت میکردم، گفتم مثلا فلانیو میشناسم که مثلا سالهاست فلان دراگو ترک کرده و شدید میزده. بهش گفتم آقا من دارم سیگار رو ترک میکنم، هیچ پند و اندرزی داری راجبش؟ گفت من تا حالا سیگار ترک نکردم، اصلا بلد نیستم سیگار ترک کنم. گفتم بابا تو که استاد این داستانی. گفت نه، من استاد ترک کردن اصلا فلان دراگ بودم، واسه خودم تونستم. اینکه سیگار رو من تا حالا ترک نکردم و اصلا بلد نیستم، از پسش هم بر نمیام. طرف از پس مواده خیلی سنگین بر اومده ولی از پس سیگار بر نیومده. بعد دیدم دور و برم خیلی از آدمو بلدن خیلی چیزای جدی رو ترک کنن، ولی نه خودم نه دور و بریم هیچ کس بلد نیست درست سیگار رو ترک کنه. یه نفر رو من میشناسم از فامیلامون که البته اون دوستم هم هست، حالا اون مثلا چند ساله دیگه، بگیم 4 ساله ترک کرد، ولی یه دونه فامیلامون هستش فکر میکنم مثلا 15 ساله سیگار نمیکشه. که خب میبینیم کسایی هم که میتونن این کار رو بکنن سنشون بالاتره و ذهنی انقدر مسلط هستن رو خودشون که وسوسه نشن و اینا. همونطور که برای یکی مثل من تو سن من 38 سالم اینطورا خیلی راحت تر کنترل روی وسوسه ها، که اگه دلت بخواد یه کاری بکنی خودتو کنترل کنی نکنی. ولی مثلا کیوان 20 ساله کنترلی نبود. بعد هی داشتم فکر میکنم به این که آقا من اصلا 20 و چند سالم بود، یه 2 هفته سیگار نکشیدم چی جوری بود، اصلا چی فکر میکردم. بعد یادم افتاد که اون 2 هفته خودم رو خفه کرده بودم با آدامس نیکوتین و فلان و اینا، دهنم اصلا زخم زیل شده و انقدر آدامس نیکوتین خورده بودم. من میسوزونه دیگه، اون موقع میسوزون، الان نمیدونم آدامس نیکوتین ها چه شکلی شده، ولی اون موقع یه چیزی بود قشنگ انگار داری این قورتایی که پشه کشه میخوری، اصلا خیلی چیز سمی بود. بعد یادم نیست اصلا چی شد دوباره زدم و اینا، ولی فهمیدم که اون موقع 1/1000 درک امروز هم نداشتم راجع به ترک سیگار. احتمالا رو بچگی بازی کردم. ولی ببین ترک سیگار یه وقت هست آدم تازه سیگاری میشه که این راجع به همه چی هست، یا تازه اصلا با این موادی آشنا میشه. 2 بار میزنه، 4 بار نمیزنه، 1 ماه هر روز میزنه، بعد 1 سال نمیزنه و فکر میکنه که روش کنترل داره. واقعا فکر میکنه روش کنترل داره، یعنی فکر میکنه هر بخواد میتونه ترک کنه دیگه. ببین تونستم، ببین اون بار رو تونستی به 1001 دلیل که جا شاید اینجا نیست من باز کنم، ولی از فیزیکت بگیر، یه بار یه چیز اومده ولی سری دوم که دوباره برگردی ترکش سخت‌تر میشه. سن، فیزیک، تجربه، حال روحی، عذاب وجدان داشتی که چه کثافت کاری من میکنم ولش کن، ولی یهو میبینی خراب شدی، اصلا مهم نیست واسه هر کثافت کاری بکنی، اون موقع میافتی توش و میخوای، مثلا چیزی بهت نمیگه نزن و به خودت میای یهو 10 سال مثلا داری فلان چیزو میکشی. بعد
تو ذهنت هم یه مهری خورده که من قبلا خواستم ترک کردم، بعد هر وقت بخوام میتونم. نمیتونی. خیلی جدی تر از اون ترکای اولیه. اون اولیا بازیه، واقعا بازیه. یعنی اگه تازه سیگاری شدین، تازه چیزی میزنین، چیزی میخورین فلان، و مثلا 6 ماه زدین، بعد 1 سال 2 سال نزدین، 1% به خودتون مغرور نشین که میتونین فلان چیزو ترک کنین. همینجوری نزنین. اینو اگه ادامه دادین اون موقع درسته. اگه دوباره برگردی در واقع نتونستی ترک کنی دیگه، 2 سال تعطیلش کردی، ترک نشده، کنسل نشده داستان. ولی یه بار توی ویدیو پارسال پیارسال داشتم میگفتم آقا تو سیگار رو شروع کنی، اولین بدبختی و بزرگترین بدبختی که میاد سراغت اینه که حتی اگه ترکش هم بکنی تا آخر عمر این فکر رو وسوسش باهات هست. و الان دقیقا خودم درگیرشم دیگه. هست، واقعا هست. هزاری هم هوس نکنی فلان نکنی اینا، هیچ چیش هم باید نباشه. عصب خوردی که من آقا 20 و چند سال با خودم چی کار کردم، با ریم چی کار کردم، با سلامتیم چی کار کردم. آره سلامتی آدم نمیبینه، نمیدونه به کجای زده، ولی ریه رو که میبینی. بعد آدم یاد میگیره. ببین اولین بار که سیگار رو میدی تو سرفه میکنی، ولی ریه هم یاد میگیره یه جوری نفس بکشی کمتر سرفه کنی. بعد که سیگار رو میذاری کنار، تازه ریه وقتی اون فشار روش نیست برمیگرده به حالت طبیعی مثل من، و یهو شروع میکنی بدون هیچی سرفایی شدید کردن و کم کم تا ریه تامین شه. معلوم چقدر طول میکشه فکرش. حتی یه دیگه سیگار نکشی تا ابد باهات هست. یعنی باید باش روبروشی. هی باید مثلا هوس کنی کنسلت کنی، یکی به تعارف میکنه بعد یه نه به خودت بگی. کسی که سیگاری نیست اصلا نه هم نمیگه، میگه سیگاری نیستم، یه خبر میده به یارو که اصلا من نیستم. ولی اونی که سیگاری بوده ترک کرده باید یه نه بگه اینجا، اول به خودش بعد به کسی که داره تعارف میکنه. و این نه خیلی فرق داره با سیگاری نیستمی که یادمی که هیچ وقت سیگار نکشیده به طرف میگه. واسه همین امروز محکمتر از قبل میگم که واقعا چیز سمیه و نظر روانی یه عمر درگیرش خواهی بود. بعد همینجوری که ترک میکنی درسته جلو ضرر رو داری میگیری، ولی هست باهات دیگه. بعد از ترک باز اوضاع بهتر میشه، عذاب وجدان کمتر میشه. نه عذاب وجدان حتی به یه جایی میرسی. به من پدرم همسن و ساله من بود، حالا 2 سال 4 سال این ور اون ورتر، سکته کرد، سکته قلبی کرد و سیگار میکشید. بعدش سیگار رو ترک کرد. خب چرا واسه من نباید باشه این داستان؟ این خطرم راستش حس کردم. یا حس کردم زیادی دارم چاق میشم، اصلا نفسم بالا نمیاد. بعد این نفسه که بالا نمیاد میدونم بابا طرف هم قد و هیکل منه ولی مثلا 140 کیلو شده همچنان راحته. بعد میبینم خب من انقدر دارم بار اضافه میدم به این بدن، نه فقط وزنی، سیگار و فلان و اینا بار اضافه است. ریه درست اکسیژن نمیده به بدن، همش خسته ای لهی، این ورت درد میکنه اون ورت فلانه. نه همه فشاره دیگه. گفتم آقا حداقل فشارها رو کم کنم رو خودم که به جای این که مثلا سر 40 کادو تولد سکته بگیرم و سر 50 بزنم یه ذره دیرتر. اینام هستش. یعنی همچین کار شاق رو من نمی کنم که تو سن نزدیک 40 دارم تازه سیگار رو ترک میکنم. کار شاق رو اتفاقا کسی میکنه که تو 20 سالگی میذاره کنار، تو 18 سالگی میذاره کنار و نمیره سمتش دیگه. حالا میخوای بگی که اون که اصلا نفهمیده چیه، تویی که 20 سال زدی داری میگی که من 23 سال سیگار کشیدم. تویی که 23 سال سیگار میکشی داری میگی که اونی که 18 سالگی سیگار رو گذاشته کنار کار درست رو میکنه، برد کرده، اون قهرمانه. آره واقعا اصلا به این حرفا نیست. من 23 سال یه اشتباه کردم بیشتر از سن یارو. حالا یارو 3 سال کشیده، 2 سال کشیده دیگه. ولی تو اون موقع که آدم، خودم میگم
شعور کامل نداره، همش هیجانه، همش یا ناراحتیه یا خوشحالیه یا لذته یا بدبختی، همش می‌بینی 0 و 100 و شلوغ پلوغ و انرژی بدنت میکشه و همه چی، همه کار میتونی بکنی. به قول رفیقم راه میری زمین زیر پات میلرزه. تو اون سن، تو سن 20 سالگی، تو اون سنه که اتفاقا بتونی خودتو کنترل کنی، همچین کثافتی به ریه و زندگی نزنی، اون کار خفنه دیگه. و یعنی اینکه زرت در بیاد، نفست بالا نیاد، نمیدونم از سکته بترسی و اینا، هم نه اینکه فکر و خیالا 4 بار قلبم درد میگیره. احساس خطر اینجوری بکنی بخوای سیگار رو ترک کنی، دیگه چه هنری کردی؟ من الانم ترک نکنم 2 روز دیگه یا خفه میشم یا سکته میکنم، میافتم میمیرم، اونجوری ابدی ترک میکنم. واسه همین واقعا چیز نیست، امتیازی نداره تو این سن ترک کردم. به نظرم وقتی که سالمتری این کارو بکنی، خب خیلی به نظرم کار منطقی تریه و آسیب کمتری هم به خودت زدی دیگه. اول آخرش هم صادقانه‌شو بگم، شاید سال اول حال میکردم با سیگار، ولی مثلا اگه 23 سال سیگار کشیدم، شاید 13 ساله که لذت نمیبرم، عادت کردم. سال اول میگم 10 سال اول رو میگیریم با ارفاق، 10 سال که کمترم بود، میگیم حال میکنی، لذت میبری باش. بعد به مغز بلده که دوپامین بگیره، یعنی تو اون حاله رو واقعا یکی میتونه یه لیوان چایی بخوره و حال کنه، میتونه بشینه باغچه رو نگاه کنه و حال کنه. با سیگار هم میشه حال کرد، نمیشه بگیم لذت نداره، حال نمیده، اتفاقا میشه حال کرد، ولی با همه چی میشه حال کرد. مغز میتونه از همه چی دوپامین بگیره. یعنی جا سیگار بشین تیک تاک نگاه کنی، دقیقا دوپامین بهت میده، عادت میکنی. حتی شاید خطرناکتر از سیگارم باشه. مثلا من میخوام اخبار بخونم که کار کنم، یه سیگار روشن میکنم اخبارمو میخونم. فرض کنم جای سیگار تیک تاک باشه، یه ذره تیک تاک ببینم که برم کار کنم، یهو غرقش میشم. به جای اینکه مثلا 30 ثانیه وقتمو بگیرن از روشن کردن سیگار، مثلا 30 دقیقه 3 ساعت وقتمو میگیره. خلاصه نمیشه گفت لذت نداره، واقعا لذت داره، حداقل یه دوره‌ای. حتی نمیشه گفت اوایلش آدم لذت نبره، ولی یه دوره هایی هستش تو عمر سیگار کشیدن آدما، با اطرافیان میبینم، خودم میبینم که آدم واقعا لذت رو میبره از سیگار. دروغه اگه بگیم لذت نیست، همش عادته، ولی یه دوره هاییه. اون دوره ها شاید تو از خیلی چیزای دیگه هم بتونی لذت ببری. مثلا رفتی مسافرت، رفتی شمال، خب شمال هواش عالیه دیگه، میگی تو این هوا چی میچسبه؟ ببین میخوای از اون هوای لذت ببری و هوای خودش توپ هست، 100 لذت رو میده. توی که از تهران پا میشی میری شمال، وسط دود و اینا یهو میری یه هوای مرطوب، خنک، تازه، تمیز، معلومه لذت میبری. مثل این میمونه که یه آدم گشنه بهش غذا میدن، میگه بیا اشغال تکمیلش کنیم، چیکار کنیم؟ یه ذره مثلا ترشی هم میذاری بغلش. آقا بدون اون ترشی هم تو کاملا غذا لذت میبری، اون غذا بدون سیگار، بدون هیچ کوفتی. وقتی از تهران پا میشی میری مثلا محمود آباد، لذت 100 تو میبری از اون آب و هوا. پس اینکه تو این هوا چی میچسبه اینا یه ذره اضافه کاری است، اون بخش افراطی مغزی که ای میخواد حالا که دارم حال میکنم بیشترش کنم، بیشتر حال کنم. وابده واقعا لازم نیست و میشه حال کرد همینجوری. یه بخشی از این حال کردن با سیگار اینجا چسبید، واقعا خوب اونجا به نظر من سیگار نچسبید، اونجا من همه چی به هم میچسبید. یعنی من تو اون هوا یا آبنبات چوبی هم میخوردم، یه لیوان چایی هم میخوردم، به هم میچسبید. ماهی میخوردم، به هم میچسبید. اونجا تو هر کاری کنی بهت میچسبه، چون داری حال میکنی. خیلی منوط به سیگار نیست، ولی هم آدم دارن حال میکنن، لزوما هم سیگار نمیکشن، از اون آب و هوا لذت ببرن. یه سری چیزا اینجوریه، ولی یه وقتایی هم هست هیچی نیست، تنهایی فلان، یه سیگار هم بهت حال میده. خلاصه حرفم اینه که حال میده، اما نه همش، نه لزوما هر جا میگی الان سیگار میچسبه واقعا میچسبه. خیلیاش
اغتشاشاییه که ذهنمون میکنه برای اینکه یه تلاشی بکنه جایزه بیشتر بگیره و اون کاری که ذهنی کردیم اون داره دوپامینه رو میده. لزوما قرار نیست سیگار باشه. یعنی تو شمال یهو مثلا یه لیوان چای یه لیوان قهوه میتونه بهت بچسبه و همون دوپامین از یه لیوان چایی بگیری. تو بگو آب خنک، واقعا میشه از اون دوپامین گرفت به جای اینکه حتما بری از سیگار مثلا یه الان میچسبه. بعضی وقتا هم هست واقعا میچسبه، ولی وقتی تو این شرایطی اصلا اون چسبیدنه ربطی به سیگار نداره، اون قصهش یه چیز دیگه از هر چیز دیگه هم جاش میچسبه. خلاصه اینکه لذت دروغ بگیم نداره، داره، ولی یه دورهای کوتاهیه، یه جاهای کوتاهیه. مثلا تو عمر 1,000,000 نخ سیگار میکشی، شاید واقعا 1000 نخش لذت داشته باشه، اونم توی برهه‌ای، توی دوره‌ای، توی شرایطی. باقیش نه. حداقل واسه من و اطرافیانم راجع به صحبت میکنم، نه، همون یه برهه کوتاهه. انقدر من دارم با اطرافیانم راجع به صحبت میکنم که نمیگم ترک کنیم به هیچکیا، ولی بحث میشه. ای دارم از ابعاد مختلف مسئله رو نگاه میکنم. گذشته دوران که سیگار میکشیدم اینا رو مرور میکنم، میبینم که یه سری چیزا بد ایراد داشته و نمیدیدم. بعد اینا رو که با دوستام صحبت میکنم، اینا هم دارن کم کم از سیگار بیزار میشن و ناخودآگاه نمیتونم اصلا راحت یه نخ سیگار رو بکشه. من سعی میکنم اصلا کسی رو نبرم به این سمت که آقا بیا ترک کن. راجبش حرف میزنم، همه چیشو باز میکنم، ببین آدم، و اگه یکی حرفای منو شنید خواست ترک کنه، تحت تاثیر من و حرفای من نباشه، حرفای من گوشه ذهنش باشه، افکار خودشو به اینجا برسونه که آقا باید سیگار رو ترک کرد و اونجوری ترک کنه. حالا حرفای من دقیقا جاش یه گوشه ذهنه، نه متن ذهن. متن ذهن رو باید حرفای خودش، دیدگاه خودش پر کنه تا اثر کنه. و چون اینو میدونم اثر نداره، اگرم داشته باشه موقتی، واسه این به هیچ کس توصیه نمیکنم که سیگار ترک کنی. همه این حرفا رو بذارین گوشه ذهنتون، شاید یه روزی یه جایی برای جمع‌بندی افکار خودتون این حرفام اون گوشه بود، کمکی کرد. اگرم نکرد که خب دوران وقت گذروندیم دیگه. دمتونم گرم تا الان نشستیم با صحبت. مراقب خودتون باشید تا پادکست بعد. خداحافظ.